من واسه گیم ترسناک خیلی خوبه خب، ولی این گیمه مثل این که 4 نفرش هم هست، منتها من الان چون خیلی تنها قراره که خودم سولوشو برم، ولی اگه خواستین حتما با بچه‌ها میریم. سولوشو برم چیه؟ داستان این گیم اینجوریه که من یه که قراره از یه جن مادر دزدی کنم. خب اوکی، نمیدونم چرا باید از یه جن دزدی کنم، ولی منطق بازی دیگه. من ایزیشو میرم. که نیستم مردمون. 3 تا خونه دار. نه 2 تا. اوکی 2 تا فری داره. این بزرگه رو بریم. 3 تا انمی داره که فکر کنم رندوم بیفتن دنبالم دیگه. یکیشون رندوم میاد دنبالم، چون انتخاب فکر نکنم بشه انتخاب کرد. آره یه دونش رندوم میاد دنبالم دیگه. خب ببین من دکمه رو گم که اوکی این ماشینه من آورده اینجا، یه لیستم مادر این آورده منو اینجا، یه لیست داده به من که برم دزدی کنم از این خونه. اوکی ما یه دونه چراغ داریم. چرا الله اکبر این همه یاد امامزاده افتاد. خلاصه که ما یا حضرت فی این نواره رو این پایین میبینی؟ فکر کنم اگه پر بشه شالگ و دالگ مانم. یه دونه رو بزن. خبه یه لیست داریم که من نمیدونم چیه. ما انگلیسیم ریده، ما هر چیو که دیدیم میدازیم. برق خاموش میکنیم میریم اینجا. چی داری مادرشی؟ هدفون داره، هدفونشو میدونم باید بدوزم. چقدر تو گستنهای کیکولیم. کلیده این در است. کلید این در قفله. نه مادرش کلید کدوم داره؟ چیه مشکل داری چی داری بدوزم؟ این کشوها رو همه رو میگردیم. صدا چیه؟ بابا نگو که اون کج و کلاس اومده دنبالم. بابا من نمیدونم یه جیب برای چی باید پول داشته باشه؟ شاید برای امور خیریه است. پدر سگ من دارم اینو میزنم چرا در پایین باز میشه؟ بابا این چی؟ بیرون Bro what the fuck bro motherfucker. تا دیروز میگفت ربیع الاول، الان میگه motherfucker. مادر تو کنارم بود. بابا این من چراغو چرا نمیزنم؟ خب کسوری مرد حسابی چراغو بزن، یا روی چراغ حساسیت داره. من نمیدونم چرا کدوم ابلهی گفت بدون چراغ بدوزی. خاموش کن. نه حاجی این چقدر تاثیر داره. نه اینجا سوره داره. قل هو الله البریق الطریق المقیم المقول کریم الحکیم. ببین اینجا چی نداره بشم. نه کشوهای اینجا راستی نگشتم. کشو یادمه تو این کشوهای کد بود همیشه. بیا من یه بار این بازی چیزشو رفتم. بذار اینجا رو خاموش کنم. نه اینجا رو خاموش کنم. میدونی روشن کن. خب اینجا کشو داری؟ نه اینجا هیچی نداره. اینجا بدبخت فقیر. این تایم و این بالا میبینین تایمش نمیدونم چجوریه تایمش، ولی تایمش که بگذره این یارو یه صدای زنگی در میاد شالگ و دالگ ما بابا این همه پول میخوام بکنم تو یه چیز درست حسابی مرد حسابی. دلغک صدا در اومد به جان مادر. صدا بابا صدا اینه. من خودم یه چیز دیگه دوزیدم. چیه؟ برو مر ببین برق رو خاموش میکنم. این جن واقعا به برق حساسه. ما میریم داخل اینجی برق رو میزنیم، خیلی محترمانه دزدیمون رو میکنم. ما به تو کاری نداریم. کشور دونه حتی کشور هم دارم برات میبندم. میدونی من هر دزد دیگه بود این کارو نمیکرد. نه این گپ هر دزد دیگه بود این کارو نمیکرد. میدونی چی میگم؟
کدوم دزدی میاد اینجوری دزدی کنه اینقدر تمیز؟ ها؟ نه جدی دارم میگم. مرد برو بیرون. برق اینجا رو میزنیم. برو کنار. برو کنار. برق بزن. کنترل. ساعت. نه. کشو باز نمیشه. یکی چی؟ بابا من دارم اینو میزنم چرا زیرش باز میشه؟ اینقدر پول دزدیدم از این. کلا 2 تا دزدیدم. چی داره خب؟ بذار من یه زوری بزنم. نه نمیدونم. هر چی دیدم میدوزم دیدوش. یه لیست دادی به من شما خیالت راحت. من هر چی دیدم میدوزم. اوکی؟ شامپو شبنم نمیخواد. شامپو شبنم نه اینجا. شامپو شبنم داشتم به شامپو شبنم علاقه زیادی داره. این هیچی نداره این بدبخت. من چی بدوزم و همش دستمال کاغذیه که. میریم بیرون از این خونه بست نیست ها. شما میگم بسته. اینجا چراغ اینجا کجا بود؟ نو اوکی یا آخی من چیکار بده به صداش در اومد. مادر تو من میرم کود در کجا بود؟ در کجا؟ این وره. بابا مادر تو کود در کجا بود؟ در کجا بود؟ برو این کج و کله است به خدا. این صدای کج و کله. برو بیرون مادر تو اومد دنبالم. برو تو خونه. داره به من مادر تو کله. برو زیر زمین. بابا اینو بزن. تو رو جون اجدادت. بابا این خوش مادر. آقا این بازی چیکار بده. یه بار دیگه میرم. بار آخر. اوکی میرم این بار خاموش کن. آر کردی چیزا رو دادی؟ من چیز نداشت. زدیم. این رو که چی یه چیز اینجا باش بدوزیم دیگه. این چراغشو میزی. پدرسه در باز بود. درواز کن. این تویی؟ نه ببین ما عجله داریم. خب باید سریع دوزی. پول نمیخوام بابا. پولو میخوام بکنم کجا؟ پولو ببینم که هیچی نیستی. او فقیر این بدبخت فقیر. من چی از این بدوزم؟ مرد حساب چجوری دلت میاد اومدی میخونه؟ من میگم این یارو فقیره. تو گوش بده به حرف من. شامپو شبنم داره استفاده میکنه. یارو خارجی. یارو مثلا مادر تو چی نوشت اینجا؟ چی نوشته؟ I am گندریگن ببخشینو درو بست. به خدا این درو مادر تو. چرا بزن چی اینجا نوشتی؟ گوش ببین من خیلی زرنگم. خب بخوای با من از این ادوازی ها در بیاری اونجا چینه. بابا بلمون کن تو رو اجدادت. تو من سواد ندارم. فارسی بلد نیستم. بذار برای من انگلیسی نیست. یا بنویس امام حسین. ببین هیچی نداره. و من چی از این بدوزم؟ خب من چی باید از این بدوزم که نه مجسمه به کارت میاد داشتم نه پول به کارت میاد. خب من چی الان از این بدوزم؟ همش که کیف پول و ایناست. خب مرد حسابی شونم به کارت نمیاد. بابا دهنت شد. خب تموم شدیم رفتیم که. بدو بریم پایین. امش تراس برقو میذاریم. بدو تمام. این پایین دیگه نمیتونی بیای. من در امانم تا صبح. اسکول میتونی بیای پایین. عمت هم نمیتونه بیاد پایین. این پایین رسی چیزی نره. اومد این پایین. وای صدا داره میاد. نزدیک بشی همین چوبو میگیرم میکنم تو.
کدومه؟ نکن اون بچه است. وای تو رو قرآن بچه نباشی. وای تو رو اجداد اون نباش. برو امام حسین. من جونم به تو بستم. یه وقت نه ترکی کوس در قابلمه. یه چیزی بابا، یه چیزی بده من ببرم دیگه. تمام اینجا بزو اینو. برو پایین. درس بابا صداش داره میاد. این الان 4 تا پا داره حرکت. ایتا بیای پایین. عمتو میگیرم اومد. دلغک برقا رو میزنی که من بترسم. من اینجا زرنگتر از تو هم. اومد بالا سرم بیناموس. صداش رو این داره میاد. این پایینم که هیچی نداری. خب ببین من زرنگ بازی میخوام در بیام برم بالا فرار کنم. کش کش بابا بزن جون مادر. بابا چراغ جلو داره. تمام شامپو صدر پرج. یه چیزی بده من برم. یه چیزی بده من چند تاشو دزدیدم. مرد حسابی ما اینجا داریم زن. اینی بیا میخوام بسوزونمت. بدو بیا من تو تاری. بیا کجایی؟ بابا کاری میکنه. اینو من باید با بچه ها برم. فایده نداره. اگه میخواید برم حتما بهم بگید که من برم. کامنتم که آره بذارید دیگه. چند تا کامنت بذارید بگید که خوب اینو کرم. والله العظيم you are gay